امام بخاری رحمت الله علیه در کتاب ایمان گفتند باب من الدین الفرار من الفتن. باب در این باره که از دین است گریختن از فتنه ها، یعنی گریختن از فتنه ها دلالت به دینداری بنده می کند. امام بدرالدین عینی در عمدة القاری شرح صحیح البخاری خود گفتند که در اینجا فقط بابون خوانده می شود با تنوین، بابو گفته اضافه کرده نمی شود. باب در این باره که از دین است گریختن از فتنه ها. این کتاب ایمان است. تا اینجا امام بخاری رحمت الله علیه غالبا لفظ ایمان را استعمال میکردند و اینجا لفظ دین را استفاده بردند و در نزد امام بخاری ایمان و اسلام اینها مرادف هستند، یعنی به یک معنا می آیند. وقتی که ای مسلمان ها میگوید مؤمن ها را هم در بر میگیرد، ای مؤمن ها میگوید مسلمان ها را هم در بر میگیرد، اسلام میگوید یعنی ایمان را هم در بر میگیرد، ایمان که گفتید اسلام را هم در بر میگیرد. و اینجا اولین مراتبه با لفظ دین آوردن، نگفتند که از ایمان است گریختن از فتنه ها، نگفتند و از دین است گفتند، برای آنکه در لفظ حدیث جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لفظ دین را استفاده بردند و امام بخاری طبق حدیث و طبق لفظ حدیث اینجا بابگذاری کرده عنوان این سرلوحه را چنین نام گذاشتند. و دین هم واقعا مرادف اسلام و ایمان است، چون الله تعالی در سوره آل عمران میگوید این الدین عند الله الاسلام، دین حقیقی در نزد الله تعالی این اسلام است. یعنی دین هم اسلام و ایمان را در بر میگیرد. بنابراین گفتند که از دین است. وقتی که بنده مومن فتنه را میبیند، مصیبت و مشکلی ها را میبیند که به دین خود ضرر میرساند، در این حالت برای حمایه دین خود، برای محافظت کردن دین خود به یک جای میگریزد، به جای امنتر. و این گفتن از دین انسان است، از ایمان بنده است. مثلا میگوین که فلانی از فلانی دیندارتر است، چخیلی که میگویم که فلانی ایمان فلانی از ایمان فلانی بزرگتر است، همین گونه لفظ دیندارتر هم می آید. وقتی که گفتیم که فلانی از فلانی دیندارتر است، یعنی ایمان او زیادتر است. و امام بخاری در این بابها اثبات میکنند که ایمان قول است و فعل است، یعنی ایمان فقط با زبان گفتن نیست بلکه با اعضاها عمل کردن است. و گریختن در وقت فتنه برای محافظت کردن دین یا هجرت کردن این عمل است و عمل از ایمان است. و وقتی که یک بنده مومن در وقت فتنه برای محافظت دین خود ترک وطن کرد، به یک جای امنتر سفر کرد و یک بنده دیگر نکرد، دلالت میکند که آن انسانی که برای محافظت دین خود کوشش میکند ایمان او زیادتر است. و این حدیث ها دلالت میکند که ایمان زیاد میشود و کم میشود.